امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به کنترل کردن شما والدین صحبت کنم. کنترل کردن به صورت مستقیم. اینکه خیلی وقتها با باید و نباید ها، بکن نکن ها، اینجا برو اونجا نرو ها و مدام چک کردن به صورت مستقیم در واقع یه محدودیت رو برای بچه‌هاتون ایجاد میکنید که این محدودیت برخلاف اون چیزی نتیجه میده که شما دلتون میخواد. یعنی شما دلتون میخواد که بهترین ها ارائه بشه، بعدش بهترین ها نتیجه بده، ولی برعکس میشه، چون مدام دارید چک میکنید و اون رو خسته میکنید، اون رو لجباز میکنید، فرزندانتون رو در یک محیطی که انگار خودش هیچ استقلالی نداره و مدام باید جواب پس بده دارید رشد میدید. پس شما به جای اینکه بخواید نگران این باشید که نکنه بچه من الان گول کسی رو بخوره و کسی با محبت کردن به راه بدی بکشونتش، میتونید خودتون بهش محبت کافی رو بکنید، باهاش گفتمان داشته باشید، براش تفریح ایجاد کنید، یا تو همون حینی که باهاش گفتمان دوستانه دارید بهش آموزش بدید که چه عواقبی داره یک دوست خطرناک، یا اگه مراقب خودش باشه چه اتفاقات خوبی براش میفته. خود دوستداری رو یاد بچه هاتون بدید. پس به جای بکن نکن ها و کنترل کردن های مستقیم بیاید چیزای دیگر رو جایگزین کنید و غیر مستقیم و دوستانه مواظب بچه هاتون باشید تا نتیجه‌ای که دلتون میخواد ایجاد